هموطنان عزیز، دوستان گرامی، آموزش دروس آلمانی، سلام بر شما. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار دارم. دروس مختلف از قبیل گرامر، درست نویسی، اصطلاحات روزمره زبان آلمانی، محاوره و امثال همه همیشه در پلان داریم و هر روز با یک کار نو و با یک درس نو در خدمت شما عزیزان می باشیم. هر روز حتما کوشش میکنیم که با ترجمه گزارشات خبری از آلمان، موضوعات لایف روز و موضوعات زنده را به صورت زنده همراه با شما عزیزان خوبان یک جایی ترجمه کنیم، لغات، اصطلاحات و معنایش بفهمیم تا وقت خبرها را گوش میتیم، در رادیوها، تلویزیونها یا برنامه را میشنویم، این کلمات و این لغات ها بر ما آشنا باشه. اما از شما عزیزان خواهش دارم که نظریات و پیشنهاداتتان به خاطر بهتر شدن برنامه خودتان و یکی چی را لازم می‌دانین که زودتر و بیشتر براتان آموزش بسازیم، در این مورد نظریاتتان نوشته بکنین، لایک کنین، کامنت بنویسین در پایان ویدیو و همونطور اگر تا بالا سابسکرایب نکردین کانال را سابسکرایب کنین تا به مجرد که ویدیوهای نو ما پخش میشه یوتیوب رأساً او را خدمت شما لینکش میفرسته تا شما زودتر از دیگرها متوجه شوین که ویدیوی نو و اطلاعات نو و نو در خدمت شما قرار داره. پس بیاین با هم شروع کنیم. خب دوستان خوبم، شروع میکنیم. Änderungen im Juli 2022. Was ändert sich ab 1.7. Änderung تغییرات در ماه جولای 2022. Was ändert sich ab. چی تغییر میکنه ab 1.7. کدام مسائل تغییر میکنه؟ Infos, so Bonus, Corona-Test, Mindestlohn und weiter. معلومات یا اطلاعات در مورد هزینه‌های کمکی یا بونوس، تست کرونا، حداقل دستمزدها و یک تعداد از فیصله‌های دیگه. Neue Monat, neue Regelungen. Monat ماه، Regelungen قواعد. ماه نو و قواعد نو یا قواعد جدید. Ab 1. Juli 2022 gelten mehrere Änderungen, was gesetzlich betrifft. از 1 جولای سال 2022 گلتن به کار برده می شوند، استفاده می شوند. گلتن mehrere Änderungen، بسیاری از تغییرات به کار برده شده، یعنی تغییرات رونما شده. was gesetzes betrifft، اونایی که به قانون ارتباط می گیرن. Eine Übersicht dazu, was gilt, gibt es hier. Eine Übersicht یک نگاه، یک مرور. داسو یک نگاه به این مسئله که در سال 2021 در ماه جولای چه تغییرات آمده و چه تغییرات قانونی آمده در بخش قانون. امیره was gilt gibt es hier و چی رخ داده، چی به کار برده میشه، امیره برای شما اینجا به توضیحاتش میپردازه. Soweit Juli 2022 12 Uhr 17 Uhr برلین. امی قانونه که عالم و شما اینجا قوانینی که فیصله شده و قاعده هایی که فیصله شده ای به تاریخ 2 جولای سال 2022
ساعت 12:17 ظهر از برلین منتشر شده، چون برلین مرکز است و در اونجا ادارات دولتی، حکومت آلمان فدرال و ادارات هم اکثرا قرار داره. به هیچ جهت به این گفته میشه که یعنی که از برلین که من معنیش است که از مقامات رسمی دولت فدرال آلمان رسیده برای ما شما. Alle Infos zu neuen Regeln und Gesetzen gibt es hier in der Übersicht. Alle Infos تمام مخفف انفورماسیون انفوز گفته تمامی اطلاعات zu den neuen Regeln و قاعده ها و قوانین جدید gibt es hier in der Übersicht. البته ریگل دوستا فرق ریگل و گیزس است. ریگل قاعده است، یک اساس است یک جایی، اما گیزس که است قوانین است. مثلا در ادارات یا در یک محل دیگه قوانین نافذ است، اما بازو در چوکات قاعده های مختلف. از او خاطر اینجا اردوش گفته شده که تمام اطلاعات در مورد قاعده های نو و قوانین نو شما را اینجا مرور میکنین. Auch der Juli hält wieder einige Änderungen für Bürgerinnen und Bürger in Deutschland bereit. Auch in Juli hält wieder همچنان در ماه یولی یا جولای باز هم wieder einige Änderungen یک تعداد تغییرات، یک شمار تغییرات برای بürgerinnen برای بürger اهالی، bürgerinnen اهالی زن، یعنی برای اهالی یا برای شهروندای مرد و زن. معمولا به خاطر احترامی که به انسان و حقوق بشر در کشورها گذاشته میشه، اول زنها رو اولویت میتن، خانم‌ها را اول خانم میبرن باز مرده. اینجا من گفته که einige Änderungen für Bürgerinnen بله اهالی یا شهروندان زن اون بürger و شهروندان مرد in der Deutschland bereit. همچنان در ماه جولای ما هم یک شمار تغییرات برای شهروندان آلمان هم از زن و مرد اینجا مرور میکنیم یا مشاهده میکنیم که ایست بیرید که آماده است، که آماده شده. همین متن ما میخوانیم، مرور میکنیم. Einige Entlassungen sollen greifen. یک تعداد باز هم گفته میشه که یک تعداد از بارهایی که سر شانه افراد بار است یا سر شانه ما بار است sollen greifen باید امی بارهایی که از نظر اقتصادی و از نظر فشارهای اقتصادی آمده روی شانه ها امیره باید گرفته شوند، بار کم شوند. Wer für den Menschenlohn arbeitet, wer für die Mindestlohn arbeitet, mindest عد اقل یعنی ام پایین ترین مزد. wer für den Mindestlohn arbeitet کسی که ساعت کاری میکنه و بر اساس ساعت کار میگیره bekommt mehr Geld. Auch Rentner bekommen ein ordentliches Plus. Wer für die Mindestlohn arbeitet کسی که کار حداقل میکنه، حداقل کار انجام میده bekommt mehr Geld. پول bekommen به دست آوردن، حاصل کردن، مثل کریگن که هست چیزی به دست میاری، پول مبلغه. bekommen mehr Geld پول بسیار، یعنی پول بیشتر پیدا میکنن از اول جولای. auch Rentner bekommen
ein ordentliches Plus. همچنان یک پوینت مثبت یا شانس مثبت منظم داخل چوکات، کسایی که تقاعد کردن رنتر بکنن، متقاعدین هم شامل از این کتگوری میشن و به شکل منظم پلاس میگیرن، یعنی جمع یک مقدار پول دیگه و تقاعدشان افزوده میشه. Für Corona-Bürgertests muss ab Juli im Normalfall bezahlt werden. Für Corona-Bürgertest برای تست شهروندان آلمان که تست کرونا را میکنن از ماه جولای، im Normalfall به طور عادی باید پول بپردازن. Was sich ab den 1.7.2022 ändert. ایره به اساس تغییراتی که از اول جولای سال 2022 یعنی امی تغییرات وارد شده. erfahrt ihr in unserem Überblick و ما شما در این نظر کوتاهی که در اینجا انداختیم به این امر ملتفت شدیم. در اینجا اشاره شد دوستا که به خاطر دور کردن یک شمار از مشکلات از روی شانه ها باز هم رسیدگی میشه. کسایی که برای عاید ناچیز یا عاید پایان کار میکنن اونا پول بیشتر به دست میارن. همچنان متقاعدین به جمع کسایی که کمک میشن میپیوندن و با پول اضافی منظم ماهوار، با پول منظم اینا از این کمک هایی که شانه هایشان باید سبک شد و مشکلات اقتصادی نبینند از طرف دولت آلمان کمک میشن. Mindestlohn, Minijobgrenze und Übergangsbereich ab Oktober 2022. Mindestlohn حداقل مزد، Minijobgrenze und Übergangsbereich حقوق کارگران که شغلای کوچک دارن یا مینیجوب دارن، یعنی همون که 450 یورو میگیرن، ab Oktober 2022. Der gesetzliche Mindestlohn wird im Jahr 2022 gesetzlich قانونی Mindestlohn حداقل مزد. حداقل مزد قانونی در سال 2022 in mehreren Schritten auf 12 Euro angehoben. در اثر بعد از قدم های زیاد به 12 یورو میرسه در سال 2022. معنایش چیست که یعنی یک بار از 9.82 یورو به 10.54 سنت ارتقا کرد و باز بعد از او در اکتبر به صورت اتوماتیک به 12 یورو. Außerdem steigt die Minijobgrenze auf 520 Euro. به علاوه پول مینیجوب که 450 یورو بود قبلا به 520 یورو ازدیاد پیدا کرد یا رشد یافت، بدون یافت. خلاصه شی که در آلمان حداقل قانونی مزد در سال 2022 به 12 یورو بالا رفته است. به علاوه سند مشاغل کوچک یا مینیجوب به 520 یورو ازدیاد پیدا کرده. به ادامه میخوانیم mehr Infos
Zu Rentenerhöhung gibt es hier. Mehr Infos, اطلاعات بیشتر. Zur Rentenerhöhung gibt es hier. برای ازدیاد پول تقاعد gibt es hier اینجا موجود است. همین اطلاعات اینجا موجود است. Rentenerhöhung im Juli 2022. ازدیاد عواید متقاعدین در سال جولای سال 2022. Zum 1. Juli gibt es eine kräftige Rentnererhöhung. از اول ماه جولای یک تغییر بسیار فاحش یا قوی در پول تقاعد متقاعدین رونما شده. Die Altersbezüge steigen um 35% in Westdeutschland und um 6,12% in Ostdeutschland. به تناسب گذشته یا قدیم پول تقاعد 5.35% برای کسایی که در غرب آلمان زندگی میکنن و 6.12% برای کسایی که در شرق آلمان زندگی میکنن اضافگی صورت گرفته. یعنی از ماه اول جولای سال 2022 امو پول را که میگرفتن کسایی که در غرب آلمان زندگی میکنن 5.35% و کسایی که در شرق هستن 6.12% از امو پیسی را که برشون داده میشد اضافه تر میگیرن. 21 Millionen Rentner und Rentnerinnen werden profitieren. Profitieren سود بردن، نفع بردن، فایده بردن. Profitieren. 21 Millionen متقاعد، 21 Millionen Rentner, 21 Millionen متقاعد und Rentnerinnen werden profitieren. Bis 2024 werden die Renten zwischen Ost und West angepasst. برای تا سال 2024 werden die Renten zwischen همین تفاوتی که بین متقاعدینی که در غرب آلمان و در شرق آلمان زندگی میکنن که از نظر پولی تفاوت است تا سال 2024 همین مشکل هم رفع میشه و کلشان به یک بار. خب دوستان گرامی ادامه میتیم. Wie hoch ist der Mindestlohn ab Juli 2022? چه مقدار پول برای کسایی که حداقل مزد میگیرن از اول جولای اجرا میشه؟ Wer für den Mindestlohn arbeitet, bekommt ab Juli mehr Geld. کسی که مزد حداقل میگیره یعنی پایین ترین مزد میگیره bekommt به دست میاره ab Juli mehr Geld. mehr بیشتر، گلدم پول بیشتر به دست میاره. Die gesetzliche Lohnuntergrenze steigt von 9,82 Euro auf 10,45 Euro pro Stunde. سرحد قانونی یا حد قانونی صدر کسی که حداقل مزد میگیرن یعنی پایین ترین مزد میگیرن از 9.82 یورو از 9.82 یورو که تا فعلا میگرفتن از جولای 10.45 یورو فی ساعت میگیرن. Es entspricht der Entscheidungen der Mindestlohnskommission مطابقت داره با تصمیم تصمیم در
Mindestlön کمیسیونی که افرادی که حقوق کم یا حقوق پایین دستمزد پایین به دست میارن. این فیصله مطابقت داره با فیصله کمیسیون رسیدگی از حقوق کسایی که با مشغلهای مختلف و شغلهای مختلف مسئولیت دارن. دیدن Betrag regelmäßig anpasst که همین مبالغ به گونه منظم به دریافت پولشان قاعدتا سازش می داشته باشه. یعنی منظوری است که همین ازدیاده که رونما شده که از 9.82 یورو به 10.45 بالا رفته، همین یک تصمیم قانونی است و یک مبلغ بهتر است. Zum 1. Oktober folgt nach dem Wunsch der Politik ein außerplanmäßiger einmaliger Sprung auf 12 Euro pro Stunde. البته لغاتهای جدید در این درس die gesetzliche Lohnuntergrenze سرحد قانونی مزد کسایی که حقوق کار ناچیز یا کار کم میگیرن، یعنی مقدار کارشان کم است، steigt بالا رفتن، pro Stunde فی ساعت، entspricht مطابقت داره، der Entscheidung تصمیم، Mindestlohn کمیسیون افراد دارای حقوق ناچیز یا حقوق پایین، Betrag مبلغ، regelmäßig قاعدتاً مطابق قوانین منظم، folgt تعقیب کردن، außerplanmäßiger außerplan یعنی خارج از پلان. Zum 1. Oktober folgt nach dem Wunsch der Politik ein außerplanmäßiger einmaliger Sprung auf 12 Euro pro Stunde. در پاراگراف اخیر خواندیم دوستا که zum 1. Oktober folgt den Wunsch der Politik ein außerplanmäßiger einmaliger Sprung auf 12 Euro pro Stunde. از اول اکتبر به اساس یا به نظر به اقتضای سیاست پولی دولت استثناءً یک پرش یا جهش در قسمت کسایی که مزد پایین میگیرن که از 9.82 به 10.45 در ماه اپریل در ماه جولای زیادت پیدا کرد به صورت اتوماتیک به 12 یورو، یعنی یک جهش دیگه می داشته باشه که به 12 یورو در ماه اکتبر میرسه. این بنده خبرش ترجمهش مفصل بر شما میگم. مزد افرادی که با عاید کم در سال 2022 کار میکردن از اول جولای مزدشان افزایش پیدا کرد. سطح پایین مزدها در ماه جولای از 9.82 یورو به 10.45 یورو فی ساعت صعود یافت و بعداً با یک جهش دیگر این رقم از اول اکتبر به 12 یورو فی ساعت میرسد. Alle Details zum Bonus gibt es hier nachzulesen.
اما جزئیات کمک هزینه ها اینجا از نظر می گذرد. Kinderbonus im Juli 2022. کمک هزینه یا پاداش اطفال در جولای سال 2022 einmalig Aufstockung beim Kindergeld. Kinderbonus پاداش اطفال یا کمک هزینه بر اطفال در سال جولای 2022 یک مار و هم از طریق مرجعی که Kindergeld اولا میکنه فامیل کسی. Wegen der gestiegenen Energiepreise wird das Kindergeld einmalig aufgestockt. Wegen بجهت در gestiegenen Energiepreise بجهت بالا رفتن قیمت های انرژی یا به زبان ساده‌تر قیمتی ها wird das Kindergeld einmalig aufgestockt. اجرای یک باره پول از طریق کسی اطفال برای اطفال مرحله اجرا می باشه. کمک هزینه اطفال که مستحق 100 یورو میشن پرداختش با ضمانت اجرایی از طریق اداره سوسیال انجام میپذیره. Der Kinderbonus in Höhe von 100 Euro wird unabhängig مستقلانه، یعنی به شکل علیحده، نه که شامل سایر پولایشان که از کمکی دریافت میکنن ماوار شامل از اون نمیشه. wird unabhängig von Existenz sichernde Sozialleistungen gewährt. از طرف ادارات مسئول و مطمئن سوسیال پرداخته میشه. Gezielt an Kindern in einkommensschwachen Familien richtet sich der Sofortzuschlag in Höhe von monatlich 20 Euro. Gezielt an Kindern der einkommensschwachen Familie richtet sich. برای هدف اینجا قرار میگیره باز هم اطفال که مربوط خانواده های دارای اقتصاد یا عاید بسیار کم میشن. richtet sich der Sofortzuschlag in Höhe von monatlich 20 Euro. اینا مستحق ماهوار 20 یورو شناخته شدن. این sollte Kindern, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten. چنین یک کمک 20 یورویی را اطفال، نوجوانان و جوانان که سنشان بالاتر است از نوجوانی به بلوغ میرسن اما پایین تر از سن 25 منظور است که باز اگر طفل حساب نمیشن. erhalten die Anspruch auf Grundsicherung auf Zahlungen nach dem Asylbewerbsleistungsgesetz. Grundsicherung بیمه اساسی. auf Zahlungen از طریق پرداخت dem Asylbewerbsleistungsgesetz بر اساس قانون پناهندگی آلمان oder auf der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt یا کسایی که کمک های برای معیشت زندگیشان دریافت میکنن nach dem Bundesversorgungsgesetz بر اساس قانون مواظبت آلمان فدرال. منظوری است که همین اطفالی که 20 یورو دریافت میکنن و جوانایی که از
طریق سوسیال پول دریافت میکنن یا بیمه اجتماعی میگیرن. یعنی بیمه اجتماعی غیر از سوسیال است که یک کسایی است که کار نمیکنن یا دیگه امکانات دیگه ندارن، از اون طریق برشان اجرا میشه. و یا کسایی هستن که مطابق قانون پناهندگی قبول شدن اما اونا هم اقتصادشان خراب است دیگه، برای اونا هم همین کمک ها صورت میگیره. Oder für Lebensunterhaltung nach dem Bundesversorgungsgesetz haben oder für die Kinderzuschlag bezogen wird. همین توضیحاتی بود که در مجموع بر شما اینجا ارائه کردیم. در این درس آخرا پاراگراف آخری که خواندیم و موارد مختلفه را که در پایین سرش اشاره کردیم، چند لغات به نظر من قابل توضیح است که هر حالتن به دست آوردن زوفورت سوشلاگ هزینه اضافی معنا میده. زوفورت سوشلاگ یعنی هزینه اضافی که باید برشان پرداخته شود. اون ابینگیک مستقلانه، یعنی شامل دیگه مسائل نمیشه چون مسائل پلیس. البته اون ابینگیکیت که ما شما میگیم افغانستان، اون ابینگیکیت که استقلالیت معنا میده، استقلال افغانستان میگن، از همین کلمه اون ابینگیک ریشه گرفته. و گیورن عطا کردن، بخشش کردن معنا میده دیگه. فکر کنم کل جملات آشنا بود. ارگنسندن تکمیل کننده، گیسیلت سیلن هدف است، گیسیلت چیزی که مواردی که هدف قرار میگیرن. گیسیلت ان کیندرن in den einkommenden schwachen Familien، هدف گیری اطفالی که در فامیل‌های کم درآمد هستند. فکر کنم که دوستا که برای امروز دمخ کافی است، چونی قوانین زیاد است. با یک روز مشکل است که شما کل دوره بخوانین و با حافظه بسپارین. از دو جهت متباقیش فردا تحت همین عنوان قسمت دوم به شکل ویدیویی علیه خدمت شما تقدیم میکنیم. سوال جواب داشته باشین، نظر و دیدگاهی داشته باشین، در کامنت ها نوشته بکنین تا ما او را من نظر بگیریم تا در درس های بعدی اما قسمی که شما براتون مطلوب و دلخواه هست بتونیم برای شما میتونید درسی خود تهیه بکنیم.